اشتراک میکنیم. من با دوستانم تصمیم گرفتم که روز 1 مارس پیش سالهان از خواب خسته به سفارت جمهوری تاجیکستان حاضر میشویم و شخصان اولین شده به نمایندگان ارزنده آواز خویش را میدهیم. آباد و آسایشتگی مملکت از شفافیت انتخابات درک می‌کرد. انتخابات آزاد و شفاف عامل رشد مملکت است. امیدوارم نامزدهای ارزنده انتخاب می‌شوند و آنها برای رشد و نمو، آسایشتگی و آبادی مملکت ما سهم ارزنده خود را می‌گذارند.